به نام خداوند دانا و توانا. در جلسات قبلی ما عناصر مرکبات و مخلوط را خواندیم که به صورت کوتاه در این جدول هم آن را خلاصه کردیم و این جدول را هم تشریح کردیم. تنها یوه برخه که فکر کنم چی تاسو ستونزه لرئ او هم چی است؟ نسبت بین اجزا. همین نسبت بین اجزا در این قسمت فکر کنم در مفهومش یک تعدادتان مشکل دارین. این را ما براتان یک بار دیگر تشریح میکنیم، یا ځل بیا هم تشریح کوو. نسبت بین اجزا. حالا سعی کنین. سودیم است، نسبت نداره، یک عنصر است، یو دانه ده. مثلا بل لیکو اکسیژن یا هر عنصر دیگر را در نظر میگیریم، هر بل عنصر کربن دیگه نسبت نشده به خاطر که یک دانه است. وقتی که یک چیز ساخته شده باشه نسبت وقت ما کار میگیریم که از دو یا بیشتر از دو مواد ساخته شده باشه. نسبت نه هغه وخت کار اخلو چې د دوه یا د دوه نه ډیر مواد څخه جوړ شوی وي. دلته خو یوازې ده، یک دانه است، از یک چیز ساخته شده است، خالص است. یا بل مثال تاسو وای، مثلا دلته لیکو مگنیزیم. مگنیزیم یو عنصر ده، یو خالص مواد، خالص است، دیگه چیز در ترکیبش وجود نداره، بل شی په ترکیب کې نشته. پس اینا نسبت نداره، نسبت ترکیبی نداره. اجزا یو برخه لري، چندین جز نداره که نسبت داشته باشه. دا عناصر شو. حالا مثلا دلته وګورئ H2O، دا اوبه شو. H2O2، دا هیدروژن پراکساید شو. هیدروژن پراکساید شو. یا مثلا دا C6 H12O6، دا گلوکوز شو. این گلوکوز شد. این مرکبات دغه درې وړه مرکبات دي. اوس دلته وګورئ اوبه کې نسبت څو ده؟ 2 او 1 ده، 2 1 است. اوبه کې تاسو نسبت وګورئ څو ده؟ 2 او 1 ده، 2 تا هیدروژن، 1 اکسیژن، دغه نسبت شو. یعنی نسبت چی نشان میده؟ که از چند دانه ساخته شده، د څو دانه مواد څخه جوړ شوی ده. 2 او 1. 2 1 چی مانا؟ 2 تا هیدروژن، 1 اکسیژن. یا هیدروژن پراکساید تاسو وګورئ، هیدروژن پراکساید ببینین 2 او 2 ده. 2 و 2 یعنی از 2 تا هیدروژن و 2 تا اکسیژن ساخته شده است. حالا ببینید در آب و هیدروژن پراکساید 1 اتم اکسیژن تغییر آمد، خواصش هم تغییر کرد. تاسو وګورئ اوبه او هیدروژن پراکساید کې یو دانه اکسیژن تغییر راغی، څومره خواص تغییر وکړ. او دا بل کې وګورئ ګلوکوز کې کاربن شپږ ده، هیدروژن 12 او اکسیژن بیا هم شپږ ده. دغه نسبت وای. ایره نسبت بین اجزا میگه. نسبت بین اجزا وجود داره در مرکبات. په مرکبات کې دغه خبرې دي، ولی در مخلوطی گپ نیست. په مخلوط کې دا خبره نشته. در مخلوط ای گپ نیست. مثلا کشمش نخود مخلوط کنین، ات استانداردی وجود نداره که چه مقدار کشمش بگیریم چه مقدار نخود بگیریم. یا هم سنگ و ریگ مخلوط کنین، سنگ و ریگ استانداردی وجود نداره که چه مقدار سنگ بگیریم چه مقدار ریگ بگیریم مخلوطش کنیم، مشخص نیست. اینی را میگه نسبت بین اجزا. همیشه در مخلوط تغییره، ثابت نیست که چقدر مخلوط کنیم. پس این موضوع به این معنا بود، دا موضوع په دې معنا و. اوس راځي سمبول ته. گرچه ما سمبول قبلا هم کار کرده بودیم، مخکې موږ سمبول کار کړی و، لک باز هم با کوتاه یک بار سمبول اینجا براتون تشریح میکنم. بیا هم سمبول، فرمول او معادله په لاندې ډول دلته یو ځل تشریح کوو، بیا ټولې نن شپه وایو، تمامش هم شب خلاص میکنیم. فرمول چیست؟ علامه اختصاری چیست؟ نام عناصر. علامه اختصاری نام عناصر. د عناصر و د نوم اختصاری علامه ده، از نام لاتینشان گرفته شده، انگلیسیشان. فرمول چی است؟ نام اختصاری مرکبات. د مرکبات اختصاری نوم ده. معادله چیست؟ علامه اختصاری چی است؟ تعامل کیمیاوی. دغه لاند تعریف او مفهوم ده.
فرمول د عناصر اختصاری نوم ده. فرمول نه، سمبول. سمبول د عناصر اختصاری نوم ده. سمبول د عناصر اختصاری نوم ده. فرمول د مرکبات اختصاری نوم ده. معادله د کیمیاوی تعامل اختصاری علامه ده. سمبول نام اختصاری عناصر است. فرمول نام اختصاری مرکبات است و معادله علامه اختصاری تعامل می باشد. دای لند مفهوم دی. اوس راځو سمبول ته تعریف ته څنګه تعریف کولای شو. سمبول علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر می باشد. د عناصر انگلیسی یا لاتین نوم اختصاری علامه ده. به صورت عموم نام لاتین بیشتر استفاده میشه. کچیر یو عنصر هم انگلیسی نوم ولري او هم لاتین، موږ د لاتین نوم نه سمبول اخلو. اگر یک عنصر هم نام لاتین داشته باشه هم انگلیسی، ما از نام چیش میگیریم؟ لاتینش. مثلا شما ببینید، تاسو وګورئ، ناتریم مساوی به سودیم، ولی سمبولش چی گرفته شده؟ Na گرفته شده. سودیم و ناتریم دواړه یو ده. این نام لاتین است و سودیم انگلیسی است. سمبول از لاتین گرفته شد. کچیر یو عنصر هم لاتین نوم درلوده هم انگلیسی، سمبول دی لاتین نیاخلو. و اگر تنها نام انگلیسی موجود بود پس از انگلیسی میگیریم. او کچیر یواز انگلیسی نوم و نو انگلیسی نوم اخلو. خب روش نوشتن سمبول چه قسم است؟ د سمبول د لیکلو سمه طریقه کوم یو ده؟ روش نوشتن درست سمبول چیست؟ روش نوشتن درست سمبول چیست؟ حرف اول بزرگ نوشته شوه. حرف اول بزرگ نوشته شوه. اول حرف غټ باید ولیکل شي و حرف دوم کوچک نوشته شوه. همدای سمه طریقه ده. حرف اول بزرگ، دوم کوچک. مثلا ما سودیم نوشته میکنیم، سمبول سودیم Na نوشته میکنیم. اینی درستش است. حالا اگر ما نوشته کنیم Na ای قسم یا اردویش کوچک نوشته کنیم، این هم غلط است. تنها کدامش درسته؟ اینی درسته. دابل غلطه. دواړه غلطه. اردویش غلطه. قانونش چیست؟ این قانون دیگه از یادتان نره. باز نشه روز دیگه سرچپه نوشتش کنین که اردویش بزرگ یا اردویش کوچک. همیشه از اینجا تا به وقتی که ماستری و دکترام در بخش کیمیا اگه بخوانین دیگه ای در ذهنتان باشه، یا رشته های طبی را اگه بخوانید در اونجا که کیمیا کار میکنین امی قانون در ذهنتان باشه که حرف اول بزرگ، حرف دوم کوچک. اگر غلط نوشته کردین دیگر ای باز درست نمیشه. مثلا یا بل عنصر تاستلیکی عنصر دیگر را براتون نوشته میکنه، مثلا Cl. این کلورین است، داد کلورین ده. اگر شما نوشته کنید Cl بزرگ غلط، یا هم دواره کوچینی ولی که دا هم غلط. تنها اول بزرگ دوم کوچک. یا مگنیزیم هر چیز. پس مفهوم فهمیدین که حرف اول بزرگ دوم کوچک. اول حرف باید غټ ولیکل شي، دویم کوچینی. همدای اصلی مفهوم ده. حال بعض عناصر از دو نامه است. اینی را باید از یاد کنید، دغه باید لیاده که زین عنصر دی چې دوه نمونه لري. بعض عناصر دو نامه است. مثلا سودیم، ناتریم، سمبولش Na است. پتاسیم، کالیم، سمبول K ده. انگلیسی نوم آیرون و لاتین نوم فرم ده. Fe سمبول کیگی. نقره را ببینید. نام انگلیسیش سلور است، نام لاتینش آرژنتم، سمبولش از لاتین گرفته شده Ag. طلا را ببینید. گولد آروم، سمبولش از چی گرفته شده؟ لاتین. مست وګورئ. در انگلیسی اینی تایپش اشتباه آمده. تایپ اشتباه راغله، اینی جای یک دیگر را گرفته. یعنی انگلیسیش چی میگه؟ کاپر میگه. انگلیسی کاپر وایی و لاتینش کاپرم میگه. این اینجا جایش تغییر آمده. دلتا نومی تغییر راغله. انگلیسی در جای لاتین آمده، لاتین در جای انگلیسی. پس کاپرم سیو گرفته شده. سیما رو ببینین. انگلیسی مرکوری، لاتین هایدرارجرم Hg سمبول. سرب تا بگوره. انگلیسی نوم لید ده.
او لاتین نوم پلمبم ده، سمبل پی بی. انتیمونی لاتین استیبیام، اس پی سمبل. قلعی انگلیسی نوم تن او لاتین نوم استانم، سمبل اس ان ده. تنگستان نام انگلیسی است، نام لاتین ولفریم، سمبل دبلیو. نو دغه باید یاده که اینی را یاد بگیرین به خاطر که عناصر است که دو نام است. دغه دو نوم دی تقریبا در 12 دانه است. دو دانه دی. دغه جدول باید حفظ کنید. خب این جدول باید حفظ کنید به خاطر که دو نامه است. عناصر دو نامه را باید حفظ کنید. دو نوم عناصر باید حفظ کنید. از سمبل خلاص میایم در فرمول ترازو. فرمول چی را میگه؟ قبلا گفتم علامه اختصاری چی را میگه؟ نام مرکبات. دی مرکبات و اختصاری علامه ده. دی مرکبات دنوم اختصاری علامه ده. مثلا مگلیکو، مثلا ما نوشته میکنیم یک مرکب سودیم کلوراید، دا یک مرکب ده. ما چی کار میکنیم؟ از سودیم Na میگیریم، از کلورین Cl، سودیم کلوراید. په دې شکل تشکیل شو. سودیم کلوراید به این قسم نوشته شد. پس نام اختصاری مرکبات چی گفته میشه؟ فرمول. یا مجموع سمبل هایی که یک مرکب تشکیل میده فرمول گفته می شود. و در نوشتن فرمول باید کدام نکات در نظر بگیریم؟ قانون سمبل نوشتی باید فراموش نشه. کله چې فرمول لیکو باید د سمبولونو قانون خیر نشي. قانون سمبل فراموش نشه. اگر فراموش شد دیگه سوالتان غلطه. مثلا ما نوشته میکنیم از دور فهمیده شود که از کدام عناصر جور شده. ما نوشته میکنیم NaCl یکی، یا این قسم یگان نفر نوشته میکنه، یا زین کسان داسی لیکی، یا بعضی های قسم نوشته میکنه. آلی تنها و تنها ما امویش درست میگیریم که دو سمبول های ما شناخته شوه. یوازی هماغی سعیده چه پاگه که سمبولونه مگو بپیژن و کم سمبولونه پکیدی. حالا در آخری سعی کنید سمبول فهمیده میتونین. یک لغت انگلیسی وارو به ما معلوم میشه داخلیه. انگلیسی لغت خونده. ایش هم یک لغت انگلیسی. ایش هم یک اختصار، یک مخفف معلوم میشه. اما اینیش کیمیا معلوم میشه که سودیم و کلورینش از دور به ما اشاره میکنه که من سودیم هستم، من کلورین هستم. دلر نه سودیم و کلورین خبره کوي چې زه کلورین یم او زه هم سودیم یم. یا بل مثال دیگر را ببینین. مثلا با ما نوشته میکنه بل مثال مختلی که مثلا با ما نوشته میکنه مرکب بعدی را بل مرکب مختلی که مثلا MgO مگنیزیم اکساید. امیش درسته. چرا درسته؟ ما فهمیدیم که مگنیزیم و اکسیژن دی است. مگنیزیم و اکسیژن پکشته. یا بل مثال محتوایی مثال دیگر را به ما میگه. مثلا به ما نوشته میکنه CO2 همی درسته. کربن و دای اکساید. کربن و اکسیژنش معلوم میشه. کربن و اکسیژن اختاری مکته. یا مثلا یک مثال دیگه NaOH این همیش درسته. همدای درسته. سودیم اکسیژن هیدروژن دلر نه پیژنو مگده. کچیر دا دسی ولیکل شي چې دا عناصر ونه پیژندل شي دا فرمول نو غلط دی. یا بل مثال ته تاسو وګورئ. مثلا H2SO4. اوس بل خبره پیدا شد دا 2 و 3 څه شی دی؟ 2 و 4 چی است؟ ایره هم کار میکنیم. ایره چی میگه؟ سلفوریک اسید. دیتا سلفوریک اسید اینی را میگه سودیم هیدروکساید. دا اول تا سودیم هیدروکساید وایي او دا دویم سلفوریک اسید یا د گوگرد و تیزاب ده. تیزاب گوگرد یا سلفوریک اسید. 2 تا هیدروژن، 1 تا سلفر، 4 تا اکسیژن. دغه تعداد مکتب بیانوی. اینها تعداد بیان میکنه. دمی سعی کنه هیدروژن چند تاست؟ هیدروژن سو دانه ده 2 دانه. سلفر سو دانه ده. سلفر چند تاست؟ یکی است. ضریب طرف راستش میبینین. اکسیژن سو دانه ده 4 دانه. این به ما ایره بیان کرد. پس
حالا آهسته آهسته این موضوع در یاد ما آمد و بیشتر دانستیم که این خود سمبول نیست، تنها ضرایب هم در وجود داره. یوازې سمبول نشته، دلته خو ضرایب هم شته. نو فرمول په عمومی ډول د دوه برخو څخه جوړ شوی، از دو بخش ساخته شده است. یک بخش چی است؟ سمبول ها و دیگه ضرایب، ضرایب استیکیومتری. بله ضرایب دی، مثلا H3 PO4. دلته تاسو وګورئ این چی سه چی است؟ ضریب خصوصی هایدروژن، ده هایدروژن خصوصی ضریب ده. و دیگر دا بله وګورئ دغه څلور چای ده. ضریب خصوصی چیست؟ ضریب خصوصی اکسیژن، ده اکسیژن خصوصی ضریب ده. از دگاهش نمیشه، ده نور نکیگی، مربوط دگرایش نمیشه. خو کچیره، خو اگر اینجا یک دو داشته باشیم، دلتا یک دوه، اینی دو را باز چی میگه؟ دغه دوه تا چه شی وایي؟ این دو را میگه ضریب عمومی. دا عمومی ضریب ده. این ضریب عمومی از کلش میشه، مربوط کلشانه، ده طولوی ده. تا که علامه جمع بینشان اینجا نیاید اگر از کل شامله، ده طول شامل ده. نو ضریبونه که ضریب په څو ډوله دي؟ دوه، یو عمومی ضریب ده او بل هم خصوصی. یک ضریب عمومی است، دیگرش هم خصوصی. عمومی از کلش میشه، خصوصی تنها از یک عنصر. یا یو بل مثال ولرو، مثال دیگر را ببینید. دلته تاسو وګورئ، بل مثال ته وګورئ. مثلا مثال بعدی ما چی است؟ C6 H5 C6 H12 C6 H12 O6. اینی را گلوکوز میگه. دلته دوه څه شی ده؟ این 6 چیست؟ ضریب کی است؟ ضریب خصوصی تنها از کربن است. ضریب اختصاصی خصوصی کربن، ده کربن خصوصی ضریب ده. دا 12 ده چی ضریب ده؟ ضریب خصوصی هایدروژن، ده هایدروژن خصوصی ضریب ده. او دا 8 ده اکسیژن خصوصی ضریب ده. ضریب اختصاصی یا خصوصی اکسیژن، ده اکسیژن خصوصی ضریب. تنها از خودش میشه، یوازی ده خپلی ده. این تنها از خودش میشه. ولی اگه همینجا نوشته کنیم که چیره دسی او فرمول ولیکو، مثلا امیر نوشته کنیم C6 H12 O6. اینجا یک مثلا نوشته کنیم یک 5 یا 15 دلته ولیکو، مخی یا 15 ولیکو. اینجا ای باز چی میشه؟ ضریب عمومی از کلش میشه. حالا اگر به شما بگه که چند تا کربن دمیست، 100 دانه کربن هم دکی ده، شما چی میگه؟ 6 تا. حالا نمیگین، میگین کربنای ما مساوی 6 تا. خو اینجا است، یعنی 5 هم ضرب 6 کنین، 15 ضرب 8 کویگی 10 30 تا میشه. هایدروژن های ما چند است؟ هایدروژن هم سوده 15 ضرب 2 است، 5 ضرب 12 میشه 60. به می قسم اکسیژن های ما، اکسیژنون است که 15 ضرب 10. اینی ضریب عمومی و خصوصی را فهمیدیم. نو ادامه ورکو، ادامه میدهیم دیگه موضوعاتش. نور پات برخو ترازو. به صورت عموم ما فرمول که میخوانیم، فرمول به دو نوع است. په عمومی ډول فرمول په دوه ډوله دي. یکی فرمول مولکولی است و یکی هم فرمول ساختمانی. نو په عمومی ډول فرمول به دو نوع است. یکی مولکولی است یا جمعی، مولکولی یا جمعی، او بل ساختمانی. فرمول به صورت عموم به دو نوع است، مولکولی یا جمعی و ساختمانی. مولکولی فرمول است که تنها تعداد و نوعیت اتم ها را نشان میدهد. تعداد و نوعیت اتم ها را نشان میدهد. د اتمونو تعداد او ډول ښیي. مثلا سعی کنید دمی بیوتان دلته وګورئ. با ما چی گفته؟ کربنش چند تاست؟ کربن 4 دانه ده، 4 دانه. کربنش 4 تا. او هایدروژن 4 دانه ده، هایدروژن لس دانه. تنها نوعیت و تعداد نشان میدهد. یوازې نوعیت او تعداد بیانوي، دیگه چیزا بیان نمیکنه. تنها نوعیت و تعداد بیانوي. یا په بل مثال کې ګلوکوز کې وګورئ. ګلوکوز کې وګورئ C6 H12 O6 C6
H12 و 6 دلته یوازې تعداد او ډول کاربن څو دانې ده 6 دانې هایدروجن څو دانې ده 12 دانې او اکسیژن هم 6 دانه. پس در فرمول مولکولی تنها تعداد و نوعیت اتم ها را نشان میدهد که تعداد هر اتم چند تا است. مولکولی فرمول که یوازې د اتمونو تعداد بیانوي، تعداد اتم ها را بیان میکنه. خب بل مشرع یا ساختمانی فرمول ده. مشرع یا ساختمانی را که شما در کیمیای عضوی بیشتر میخوانید، در مکاتب صنف 9 و 12 په مکتبونو کې 9 او 12 صنف کې د مشرع یا ساختمانی فرمول سره د تاسو کار ډیر و. پس د این فرمول چی است؟ هم تعداد اتمشان میده، هم نوعیتش و هم موقعیتش. موقعیت اتم ها را هم نشان میده و این که اتم ها چگونه با یکدیگر وصل شده ای را نشان میده. مشرع یا ساختمانی فرمول که کوم شیان بیانوي؟ د اتم ډول، تعداد، موقعیت او د اړیکې ډول و نوع رابطه‌اش نشان میده که چگونه اتم ها با همدیگر قرار گرفته است. حالا سعی کنید اینی است ایتانول. دغه ایتانول ده. ایتانول یا ایتایل الکل که عامیانه ای را مردم چی میگه؟ شراب میگه. اینی را که شما هم اصطلاح را میگین که شراب، امی ایتانول است. ایتانول اگر ای نوشیده شود سبب تخریبات زیاد می شود در بدن ما و اکثر قسمت های بدن ما را تخریب میکنه و اگر در ترکیبش باز یک ماده کیمیاوی دیگه به نام میتانول باشه فورا کم باشه نفر کور میکنه، مقدارش کم بیشتر شه و نفر میکشه. پس این ایتانول شد. این دیگه شه ببینه گلوکوز است. دابل گلوکوز ده. ساختمانش چه قسم است؟ این را در کیمیای عضوی بیشتر میخوانه. حالا فقط تعریف و مثالش یاد بگیرین. و ایران ببینه کربنات چند تا است؟ 4 تا. ایران میگه بیوتان که اتم هایش چه قسم با هم دیگر قرار گرفته، در کجا وصل شده، ایران مکمل بیان میکنه. دا په بشپړ ډول تاسو ته بیانوي. و همچنان یک تعداد فرمول ها را باید یاد بگیرین. ځینې فرمولونه باید تاسو زده کړئ. بعضی فرمول ها را باید یاد بگیرین. مثلا اینا را یک چند مثال از فرمول ها: سدیم هیدروکساید، کربن مونوکساید، کربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان، امونیا، امونیم نیتریت، زنک کلوراید، فریک اکساید، کلسیم کارباید. اینی مثال ها را باید بدانید. دغه مثالونه باید تاسو زده کړئ. این مثال ها را باید یاد بگیرین. یک چند مثال از فرمول ها را یاد داشته باشین. زین مثالونه باید بپیگی، به خاطر که بعدها باز ما چی را میخوانیم؟ اکساید که خواندیم، القلی را، تیزاب که، اینی 4 نوع مرکبات در کیمیای غیر عضوی که خواندیم، باز میتونیم نامگذاری از یا خیلی آسانه. حالا به طور مثال یک امی 10 دانه را که یاد بگیرین کافی است. او سمدالست چیز ده که کافی ده. خب موضوع دیگر معادله ماند. معادله څه شی ده؟ علامه اختصاری تعامل کیمیاوی می باشه. د کیمیاوی تعامل اختصاری علامه ده. علامه اختصاری تعامل کیمیاوی معادله گفته می شود. یعنی چی معنی؟ مثلا شما نوشته میکنین، به متن اگر نوشته کنین هیدروژن و اکسیژن، هیدروژن و اکسیژن، هیدروژن و اکسیژن تعامل کرد و آب را ساخت این خب خیلی وقت میگیره نوشتنش. به این خاطر معادله ایجاد شد. نوشته میکنیم تا هیدروژن جمع اکسیژن در نتیجه آب. هیدروژن جمع اکسیژن در نتیجه آب که معادله توزیع کار داره. باز در بحث‌های جداگانه مکمل میخوانیم. یا مثلا سدیم جمع کلورین ساخته میشه نمک طعام یا سدیم کلوراید. نمک طعام یا سدیم کلوراید جوړیږي ورنه. یا مثال دیگر داشته باشیم. مثال های مختلفه میتونیم کار کنیم. پس در معادله یک موضوع دیگر هم باید بفهمیم. ما وقتی که نوشته میکنیم مثلا دو ماده ای طرف تعامل میکنه، A جمع B تعامل میکنه، A جمع B تعامل کوي و AB را میسازه. اینجا چند موضوع را باید بفهمیم که اینی طرف چی میگه؟ مواد تعامل کننده.
تعامل کوونکی مواد و این طرف میگه محصول تعامل. د تعامل محصول مواد تعامل کننده و او طرف میگه محصول تعامل. یو خواته تعامل کوونکی مواد او بل خوا هم محصول دی. اینی را میگه معادله. همدی تا معادله وایي. همین موضوع را معادله به نام معادله یاد میکند. پس همین مفاهیم و اصطلاحات امروز به طور کامل خوب دقیق صحیح تکرار کنین، یاد بگیرین و دو جدول را که براتون گفتم آن را هم از یاد کنید. درس را از اول تا آخر یک تکرار کنید. دی اول نه تر آخر تاسو یو تکرار کړئ. و اگر بگویم مواد تعامل کننده چیست، که تاسو نه پوښتنه وشي تعامل کوونکی مواد څه شی ده؟ مواد تعامل کننده چیست؟ مواد تعامل کننده میگین یا مواد اولیه؟ و محصول تعامل چیست؟ ای را میگه تعریف کنین. چگونه کوتاه تعریفش کرده میتونیم، به بسیار آسانی تعریفش میتونیم. مواد تعامل کننده چی است؟ مواد اند که با هم تعامل میکنند. مواد اولیه اند که با هم تعامل میکنند. مواد اولیه اند که با هم تعامل میکنند. اولیه موادی چې یو بل سره یا لومړنی موادی چې یو بل سره تعامل کوي. و محصول چی است؟ او محصول څه شی ده؟ محصول هم تعریفش کرده میتونیم. کوتاه‌ترین آسان‌ترین تعریف هم به محصول میتونیم داشته باشیم. لنډ او آسان تعریف محصول ته هم کولای شو چې ولرو. میگیم مواد است که در نتیجه تعامل حاصل میشه. مواد است که در نتیجه تعامل حاصل میشود. مواد است که در نتیجه تعامل حاصل می شود. هغه مواد چې د تعامل په نتیجه کې حاصل کیږي. مواد است که در نتیجه تعامل حاصل می شود. هغه مواد چې د تعامل په نتیجه کې حاصل کیږي. در نتیجه تعامل حاصل می شود. خب حالا یک مثال اگر داشته باشیم، مثلا مثال ساده ش داشته باشیم. فکر کنین اینجا هایدروژن، تاسو فکر وکړئ هایدروژن له اکسیجن سره تعامل وکړه او اوبه جوړ کړه، آب را ساخت. در اینجا باید بفهمیم، په دې ځای کې باید پوه شو کدام موضوعات باید بفهمیم که اینی دو تاره هایدروژن و اکسیژن مواد تعامل کننده میگه. مواد تعامل کننده و آب میگه محصول تعامل. د تعامل محصول په نام اوبه یادیږي. پس امی مسائل یاد بگیرین، همدغه مسائل ازده کړئ. درس امشب ما، جلسه امشب ما به پایان میرسد. تا درس دیگر، خدا حافظ.